درود از پسر بد دهن مورد علاقت. خوش اومدید به ویدیوی جدید. قبل اینکه بخوایم بریم سراغ ویدیو، خیلی ازم پرسیدن که روتین پوستیت چیه. نمیدونم توهین کردن، مثلا خواستم بهم تیکه بندازن یا واقعا می‌خواستم بدونن چیه. رازمو امروز قراره بهتون بگم. کرم دست برای من مایه. از این کرم کاسه‌ایاس، همینو میزنم به دستم، همینو میزنم به صورتم. مهمترین بخش روتین، این جدی دارم میگم، خارج مسخره بازی، اینم واقعا مسخره بازی نیست، به خدا همینو میزنم من. این ضد آفتابه. ضد آفتاب چیه اصلا؟ الارو. اصلا نمیدونم خوبه بده چیه، میزنم. خوبه دیگه، مثلا رنگ و اینا نداره رو پوست، سفید نمیکنه، نمیماسه، هیچی کلا نیست. وقتی میزنی سری جذب میشه میره. مورد سوم این همش گرونتره، اینم خودم نخریدم، برام خریدن. قبل این من وازلین میزدم به لبم که خیلی هم جواب نبود برای من. این الان یه چند وقته دارم میزنم لابلو، اگه اشتباه نگم، یا لابلو، برای آقایون ماته و اصلا وقتی میزنی هیچی رو لبت نمیمونه. بزنم نمیبینی؟ هیچی نمیشه، ولی خیلی حس خوبی میده. قشنگ معلومه گوزوارم نیست از چی. حالا میدونی اصل قضیه کجاست؟ اینایی که گفتم و میزنی، خب جوش میزنی، بعد میای اینو میزنی. ضد جوش آردن ایرانیه، خیلی هم ارزونه، فکر کنم 100 تومن 200 تومن اینا باشه کلا. من یه 10 تا از اینا دارم، شب میخوام بخوابم میزنم، صبح پا میشم میشورم و دوباره همین روتین که گفتم و ادامه میدم. هی جوش میزنی، هی اینو میزنی، خوب میشه. آره خلاصه دیگه هیچ وقت من نپرس چی میزنی به پوسته. من سرمو با مای دستشویی میشورم. چی میگی؟ اینا رو نذار. نه جدی، اینا که گفتم و نذار، جون هر کی دوست داری. قبل اینکه بریم سراغ ویدیو، اینم بهتون بگم که میتونید واسه دانلود کردن عشق ابدی و بقیه ریالیتی شوها تو کانال تلگراممون جوین بشین. علاوه بر اون کلی هم فیلم و سریال جدید میاد که میذاریم واسهتون، اونجا میتونید دانلود کنید و عشق کنید، لذت ببرید. بریم سراغ ویدیو. بد جور حاشیه درست شده، یعنی اصلا ببین این فصل خیلی حاشیه داره، آدم پشماش میریزه. از کجا شروع کنیم گفتن؟ قسمت جالبش برای من میدونی کجاست؟ اونجایی که سرجیو چل پدر کثافت لجن توی فصل خودش نتونست هیچ گویی بخوره، الان رفیقشو فرستاده که از طریق اون بتونه باز دوباره ویو بگیره، پول در بیاره، همچنان داره پشت همه گوه میخوره. چقدر رزلی تو. من نمیفهمم چرا مردم اینو کنسل نمیکنن. چه جوری میتونید مال یک همچین مادر قهوه‌ای باشید؟ بعد اینا به شیکاکا افتادن. بعد من خب نه که مثلا خیلی شیکاکا مثلا دوست داشته باشم و اینا، ولی خب حالا من کلا بد بود خیلی. نشستم تا صبح گریه کردم، یعنی اوضاعم خیلی خراب بود، یعنی انقدر گریه کردم تا صبح. و تنها کسی که پیش من بود عرفان و یه مترجمم داشت، اسمش علی بود، مترجم شبمون بود دیگه. مثلا همشون رفتن دو اینا خوابیدن، عرفان هم تا صبح پیش من بود. علی هم اومد کاپشن شقیق دوره من دیگه. ساعت 5 صبح میخوام که بهش گفتم آبلا منو بوس کرد، بغلم کرد، به زور منو برد خوابوند من خوابیدم به زور. بعد از اون شب، بعد از شب نیمه فینال، خیلی اوضاع خراب شد. یعنی اصلا همه چی خیلی بدتر شد. تو اتاق دخترها خیلی اذیتم میکردن، تو اتاق میکاپ خیلی اذیتم میکردن. روزی که از برنامه رفتم، یه حرفی که مثلا شاید مثلا به نظر شما خیلی حرف خاصی به نظر نیاد، برای من اون لحظه چون خیلی فشار روم بود خیلی حرف وحشتناکی اومد. ما رفتیم تو اتاق دخترها، این که موهامونو درست میکرد، خانمی که موهامونو درست میکرد، گفتش که مدلمو چه شکلی میخوای؟ گفتم میخوام موهام ساده باشه، خب صاف بریزم همین شکلی دور. بعد یه دستگاه ویو برد، گفتش که بعد من گفتم من اینو میخوام. پشیمون شدم، نمیدونستم تینا هم همون مدل رو میخواد. اصلا خیلی چه موضوعیه که آدم بخواد سر این موضوع دعوا کنه. یه دفعه شکلی کرد هر گوهی من میخوام بخورم اینم باید بخوره. جیغ میکشیدا. ببین یه جوری که پسرا اومدن پایین گفتن آروم باش، هر گوهی من میخورم اینم باید بخوره. متعنم میگیره. ببخشید اون اینجوری گفت، این جملاتو گفت علم میگیره از اینکه بخوام شبیه تو باشم. اینو گفت، من یه دفعه زدم زیر گریه. خب هر روز که اینا رو بهم میگفتن، ستاره بهم میگفت شبیه جن میمونی و دختر جدید بیاد اینجا از تو میترسه و فلان و اینا. یعنی صبح به صبح اینا رو به من. یگانه هر جا میشینه یه دور بعد این قصه رو تعریف کنه. خدای این بار چندمیه که اینو داره میگه. هیچ وقت در حق یگانه بدی نکن، چون هر جا بشینه میگه، 100 بارم میگه، یعنی یه بار نمیگه. گفتم که من دیگه به یونجا گفتم من دیگه یه لحظه هم اینجا نمیمونم. بعد یونجا مسئول تولید محتوا بود، در واقع همه کاره بود تو ویلا. یونجا در من گفتش که ما اصلا تو نمیتونی بری، ما قرارداد داریم، دادگاهیت میکنیم. گفتم دادگاهی میکنیم؟ دادگاه زندان برم خیلی بیشتر از اینجا بهم خوش میاد. یعنی گفتن نمیذاریم بری اول. گفتم اگه من نرمم اینا سر فینال منو حذف میکنن. گفتش که ما داریم ترتیب مهمونا رو یه جوری میچینیم که این فینال فقط یه دونه پسر هست بشه، مثلا دختر هست نشه. خب بعد من در منم گفتم که نه من دیگه نمیتونم و اینا نمیذاشتن من برم. من شماره بلاک پیو همون لحظه فرستادم برام، مامانم گفتم متن میدم تو چت جی پی تی، میگفتم دختر من دیگه نمیتونه اینجا بمونه و فلان و اینا، ترکیش کن. ترکی میکرد. میگفتم بفرست به مامانم، گفتم همه اینا رو بفرست برای بوراک که بذاره من هر طور شده از این برنامه بیام بیرون.
که دیگه اومدم بیرون. خوب تجربه سیزن‌های قبل رو دیدید و بازم میرید تو برنامه، بعد میرید التماس میکنید که بذارن بیان بیرون، کم دارید. فکر کن خودشون میخورن به خاطر پول هر کاری میکنن، بعد میرن اونجا. خب دادگاهیمون کنید، ما میخوایم بریم. یارو خرج کرده، هزینه کرده. میدونم البته داره سوء استفاده میکنه ازتون، ولی خب میخواستید نرید. والا تینا که اصلا انگار ارث باباشو خورده بودم، نمیدونم چه مرگش بود با من. از همون ثانیه‌ای که اومد با من جنگ داشت تا زمانی که میخواستم از اونجا برم. امروز ترانه به من زنگ زد، ترانه فصل 1. یه بار دیگه بهم گفته بود تینا رو ببخش. امروز بهم زنگ زد گفتم نمیبخشم. گفتش که تینا خیلی حالش بده و گناه داره، خیلی فشار روشه، خیلی داره هیت میخوره و اینا. به خاطر منم که شده تینا رو ببخش. منم به ترانه گفتم که راجبش فکر میکنم، نمیگم میبخشم، ولی دیگه راجبش صحبت نمیکنم. اینو به ترانه گفتم. خب اصلا 1 ساعت هم نشد من اینو گفتم، دوباره تینا شروع کرد. حاجی اینا بشه دریوزگی افتادن که رفتن دست به دامن ترانه شدن. تو خدا برو یه کاری کن ما هیت نگیریم. همین ترانه‌ای که داره میگه تینا رو آنفالو کرده، بعد از تینا پرسیدن که چرا آنفالوت کرده، اوکی با هم گفته آره من دوستش دارم. ببین اونجا آره راستشو بخوای من نازنین رو بهادر حس کردم. یعنی سانازو حس ببین یه نکردی؟ چیزی بگم، چرا ببین این که حرف زدنشون خیلی شبیه هم دیگه است رو حس کردم. خب ولی فکر نمی‌کردم با هم بوده باشن. من فکر می‌کردم اثرات اون قرصایی حرف زدنشون که صبح میخورن و میان جفتشون با هم دیگه تو ضبط. فکر کردم به خاطر اینه که مثلا شبیه هم دیگه دارن صحبت کنن. ولی نازنین و بهادر دروغ نگم، آره واقعا حس کرده بودم اونجا. میدونی چرا؟ به خاطر که بهادر که دفعه اومد، من خیلی دختر زرنگی ام، حس ششام خیلی قویه. همون موقع لب استخر من حس کردم که اینا با هم دیگه بودن، چون یه دفعه بهادر من گفتش که من این خانمو میشناختم، قبلا با هم دیگه یه همکاری داشتیم. بعد برای دیتش من انتخاب کرد، گفتم چقدر عجیب، مثلا این رفیق سرجیو هم خیلی آدم زرنگیه، یعنی نمیفهمه که بعد نازنین رو انتخاب کنه که انگلیسه که مثلا مردم نگن فیکین تا آخر با هم دیگه بمونن. اگه نازنین رو انتخاب نکرده اومده منو انتخاب کرده، قطعا یه ریگی به کفشش هست. این میخواد منو رد کنه برم با تینا رو که به دیدگاه خودش فیک به نظر نرسه که یه دفعه بره با نازنین کاپل شه. به خدا یه همچین فکری می‌کرد و دلبری میکرد نازنین. مثلا چه میدونم، مثلا حسادت میکرد. مثلا بهادر که میشه، یعنی توی ذات اگه بیننده یه ذره زرنگ باشه خودش متوجه دلبری نازنین میشه. مثلا تینا نشسته داره راجع به بهادر و دیتشون صحبت میکنه، بعد نازنین خندهاش که فیک هست، ولی همون خندهای فیکش یه ذره هیستریک میشه. یعنی حسادتاش کاملا مشخص بود، مثلا برای ما که اونجا بودیم یا خیلی دور و بر بهادر میپلکی. آقا اصلا این هیچی. شما خودتون شک نمی‌کنین چجوری ممکنه 2 نفر رو از یه کشور دیگه از یه شهر بردارن بیارن، بعد اون 2 نفر با هم دیگه برن تو رابطه؟ نازنین اومد گفت با هم تو رابطه بودن قبلا دیگه. چرا تو رو فصل قبل نیاورده بودن تو برنامه، یا دوست پسر سابق تو فصل قبل نیاورده بودن تو برنامه که هم دیگه جدا باشید؟ ناگهان خیلی اتفاقی شما دوتا رو همزمان آورد. ببین آقا گذشت اون دوران که ما رو خرفرض می‌کردن، الهه و دانیالو میآوردن. ما درسمون رو گرفتیم، گول شما حرومزاده ها رو نمیخوریم جدی. صرفا واسه 4 تا دونه فالوور پا شدن با دوست دختر دوست پسرشون اومدن، اون پا شده با شوهرش اومده. خاک تو سرتون. بعد تازه ادعا دارن که ما کار خودمون رو داریم، ما شهرت خودمون رو داریم، ما پول خودمون رو داریم. خود داشتی گوه خوردی اومدی تو این برنامه، شوهرت هم داشتی، دوست پسرت هم داشتی، دوست دخترت هم داشتی. گردن نمیگیرن که ویوان از این میسوزن. بالا برید پایین بیایید، همتون جنده توجهین، همتون. مثلا من اسمم شده مثلا مدیسا. خب بعد یه پسر میاد توی زندگی من میگه که تو به خاطر که خیلی تکی، داستانش همین بوده ستاره دیگه، من اسم تو میذارم یگانه، تو از اون یگانه منه. همون پسر میاد بدترین خاطره های زندگی من برام میسازه، توی صورت من جیش میکنه، دنده های منو خورد میکنه، دندونه منو میشونه و موهای دختر که هر دختری عاشق موهاش رو میاد از ته میزنه. من چرا باید از اون روز، از بعد این همه خاطره بد به بعد بیام بگم اسم من یگانه است؟ میگم با افتخار میگم اسم من مدیساه، چون آدمی اسم منو گذاشته یگانه که در حق من خیلی بدی کرده. اون داستان تتلو رو کی کشید اول واسه؟ خود ستاره همون اول که من اصلا یعنی نه اسم همدیگه رو پرسیده بودیم، نه من میدونستم اسم نازنینه، نه میدونستم سانازه. تازه رسیده بودیم، هنوز آماده هم نشده بودیم با همون لباسایی که اومده بودیم، هنوز رفته بودیم یه خط چشم ساده هم هنوز نکشیده بودیم، یه کرم پودر هم هنوز نزده بودیم، خیلی معمولی اومده بودیم. یه دفعه اینجوری کرد، میدونستی سرقالشی حقیقی منه؟ اولین جمله‌ای که خودش گفت. خب راست میگه دیگه حاجی. تو چرا بعد یکی که اینقدر اذیتت کرده رو بیای با افتخار از خاطراتت باهاش بگی؟ اینم چیزیه که ما تو پیج خود ستاره دیدیم ها. حالا ویدیوهای بعدی میاد توی اون ویدیوها واسهتون میذارم که چه جوری داره راجع به تتلو صحبت میکنه. یه سری مال
خود عقب افتاده کودن هم هستن، تا یک کلمه جدید یاد میگیرن دیگه همه رو باهاش میگن. قربانی نکوهی نکنی. تازه یاد گرفتی؟ کجای ستاره به قربانی‌ها میخوره؟ این اگه قربانیه چرا خودش قبول نمیکنه؟ خیلی داره یه جوری رفتار میکنه که راضیه. جدی دارم میگم اگه قربانیه چرا خودش قبول نمیکنه قربانیه؟ من اینو تو ضبط سحر گفتم جلوی خود ستاره. گفتم خانم قریشی. خانم قریشی گفت چه خبر که کات کردن این تیکه رو نذاشتم. خانم قریشی گفت چه خبر؟ گفتم هیچی خانم قریشی. ستاره بالا تو اتاق دخترم که سحر هوای منه، سحر هوای منه. منم گفتم تو سگ کی بشی بخوای هوای سحر قریشی باشی. اینو گفتم سحر یهو زد زیر خنده. بعد گفتم کات دیگه راجع به تو کسی ضبط صحبت بود نکن. اینجوری گفتی پشمام. اون بالا نشسته بودیم. بعد یه دفعه عرفان در به من گفتش که میدونه، چون من با ستاره بحثم شد سر رنه دیگه. گفت میدونستی که این اینجوریه؟ تتلو اینجوری کرده با این تو ضبط بهم گفت ولی کات شده نذاشتم. گفتم که آره میدونستم. بعد چی شد که گفتم بهش تو دعوا که اونم نذاشتن که ستاره حمله کرد منو بزنه. در اومدم بهش گفتم که تو ستاره کلا دورو آخه رنندش میگفت تو دورویی، به من میگی رفیقه، بعد میری با پویا میراسی. منم گفتم ستاره جان تو ناراحت نشی عزیزم، ولی کلا تو آدم دورویی هستی. بعد میای بالا تو اتاق دخترها عکس فیلمای عاشقانه‌تون نشون میگی ببینید اینو فرستاده فلان. بعد چون که دریوری گفتن فوش دادن. آخه ببین فوش مادر سنفته برای ستاره مثل نقل و نبات بود. مثلا من که به ملیسا میگم احمق یه دقیقه بیا، مثلا که کلمه احمق اون مادر فلان براش مثل نقل و نبات، یعنی انقدر هم به من خیلی گفت، هم به عرفان خیلی گفت، هم به خیلیای دیگه. آره خیلی راحت اینو میگفت. ستاره اینو به من گفت، اینو که به من گفت منم گفتم تو تطلبات فلان کرده. میخواست فوش نده. حالا تو دعوا که حل و خیرات نمی‌کنن، ولی ناموسن خیلی چیز بدیه دیگه. تو بیای از یه حرفی که خود یارو گفته علیهش استفاده کنی که بخوای تحقیرش کنی که بکوبیش. اون به تو گفته مادر فلان، تو هم بهش میگفتی مادر فلان خودتی. 100 تا چیز بهتر میتونستی بگی، ولی خب تو ترجیح دادی از کثیف‌ترین راه وارد بشی. خالی ستاره رو نمی‌کنم، به تخمم هم نیست، ولی کلا دارم میگم حرکتش واسه که دماغ پویا رو میشکنن. آره دماغ پویا رو میشکنن. دماغش واقعا میشکنه؟ منم شنیدم که میشکنه، ولی میدونم انقدر بد کتک میخوره که با گیری میره تو ضبط. بعد اونی که کتک میزنه هضم نمیشه حتما. نه حدس بزن کیه. اگه درست بگی میگم همونه، ولی اگه نگی نمیگم. من میدونم فرزام و این بهادره. که من نمیدونم. یعنی این دوتا نیستن. بابا من دیدم فرزام و بهادر با آخه پویا. دوباره با من ویدیو کال میکنن. من میدونم الان تینا خوابیده رو لایو داره رکورد میکنه بفرسته برای اونجا. فرزامو دیدی چقدر گندست دیگه. پویا رو نگه میداره، امیر چوسایون و چوسادو رو یه نفر دیگه 3 نفری میزننش. یعنی قیافه یارو رو کلا میترکونن. اصلا ببین پویا تخمی عالم، ولی چقدر یارو خایه داره بازم تو اتاق پسرا میخوابه. واقعا نمشگر. ببین ما توی نیمه فینال که به امیر همایون و ساناز گفتن دو نفر رو سیو کنین، امیر همایون و ساناز نازنین رو سیو کردن و عرفانو. ستاره قبلش برنامه ریزی کرده بود جلوی چشم ما، گوشه دیوار میرفتن آروم حرف می‌زدن، ولی من خب میشنیدم میفهمیدم داره چی میگه. ستاره رو سیو کنن. خب یعنی ببین این که میگم میخوام برم از ضبط نیمه فینال که اومدیم بیرون، قبل از این جیغ‌جیغای تینا که چیز کردم، ستاره دعوا می‌کرد با امیر همایونا که چرا چرا ستاره رو سیو کردی؟ برای همین یه دفعه فرد نیمه فینال گفت ارسلان من ظاهرت بدم نمیاد. همون ستاره پشت سر من نشسته بود روی کاناپه، داشت میگفتش که من مطمئنم که 2 نفر اینجا با هم دیگه کاپل میشن به خاطر فینال. اون دوتا هم عرفانن و یه دیدی نشدن. حالا اونم نمیگفت، ولی به نظرم بازم نباید با عرفان میرفتی تو رابطه. خیلی یارو تخمیه. یه کامنتی هست زیر پست همه بچهای عشق ابدی مردم میذارن، نه تو دل میری نه تو کون. این حاجی دلم میسوزه اینجوری میگم به خدا، ولی چی میگم آخه واقعا خیلی منفورترین آدم ولی توی این برنامه برای من میدونی کیه؟ نازنین. ببین ساناز کی منو خورده، خیلی گوخوریمو کرده، نمیدونم، از بقیه‌شون واقعا متنفرم، بدم میاد. یعنی هیچ آدم محبوبی من ندارم. منفورترین این فصل واسه من نازنینه، همین دوست دختر بهادر. بعد اومدن مثلا که آقا ارتباط نگرفتی با طرف، حال نکردی؟ ببین من خیلی از ارتباط واقعا نگرفتم، ولی این چرا آخه میخوام یه نفر بگم که واقعا خیلی ازش بدم میاد. خب کی؟ ببین تناز خیلی بدم نمیاد، با که واقعا نه خوشم میاد نه بدم میاد. اصلا کاری یعنی یه ذره بدم میاد نه خیلی. خب ولی از شاهین واقعا متنفرم. واقعا ازش بدم میاد. یعنی واقعا من از شاهین بدم میاد. به نظر من یگانه نصف کارهای اشتباهی که تناز کرد و مقصر شاهین بود. شاهین از تناز بزرگتر بود، به جای که بیاد دستشو بگیره بکشتش یه گوشه بگه این کارو بکن اون کارو نکن، این کار زشت، عزیزم آروم باش، میرفت گیزی نگاه رو میکرد که این بدتر بخوره به مخش، بیاد اون حرکات جلوی دوربین بزنه، حساسیت بیجا نشون بده. اونم دلش می‌خواست بمونه تا قسمت 100 دیگه، برام این کارو میکرد. بنده خدا خیلی هیت خوردن، خیلی هیت خوردن حقشونه. یکی نمیشه شاهینم از صورتش میاد. شاهین تو ببرش دفترچ خاطراتش یادداشت کنه که من اینجا دارم اسمشو کی هست که والا شاهین کی هست که از من بدش بیاد. چه فازیه راجع به فصل قبل حرف میزنیم؟ بابا بکشید بیرون دیگه. کونه لق شاهین. یارو بخواد فید بشم انقدر
چر میگن راجبش نمیذارن. و یگانه چه خودشو میگیره، بعد شاهین بره تو دفترچه خاطراتش بنویسه من اسمشو اینجا آوردم. ببخشید who are you؟ تو کی اصلا خودت؟ پس از کی بدم میاد. ببین مثلا از سرجیو خب نه که خیلی بدم بیاد ولی خوشم ازش نمیاد. خب آره میگن یه دختر بدترین دختر یه جمعی هم باشه خب هیچ پسری یعنی یه خانوم باید خیلی ضد زن باشه خب که بیاد بگه من سرجیو رو دوست دارم. هیچ پسری حق نداره به هیچ عنوان توی جمع جلوی این همه آدم یه دختر رو بکوبه و بهش بگه تو سوراخ‌خوری منم نیستی. خیلی اون اصلا افتضاح، این اون حرف خیلی بد بود. خیلی زشته. آره. ببین یه دختر این حرفو بشنوه خورد میشه، مخصوصا جلوی دولوین که میلیون ها نفر قراره حتی اگه برنامه عشق ابدی هم تو یوتیوب دنبال نکنم بالاخره تو اکسپلورشون میاد. خیلی زشته که یه پسر بیاد یه حرفی رو توی جمع بزنه. من اینو تو لایو سامان در اومدم گفتم، سامان گفت نگو سرجی عشق منه، یاس منگولاست. یا مثلا سرجیو راحت به خودش اجازه میده قیافه دیگران رو مسخره کنه. آره اون مثلا زشته دیگه. مثلا هیچ آدمی نباید خودشو یعنی تو شخص اول مملکت هم باشی نباید خودت در جایگاهی ببینی که قیافه یه خانم یا آقا هر کسی ببری زیر سوال. حق و حقوق. اون شاشماشوی حرومزاده که لیسه کلا. یارو ببین هر فصل بعد بره زاده ترین آدما رو پیدا کنه بره پشت اونا وایسه به خاطر پولا. مردی که زنجنده خوب رفت تو کونت ولی یگانه. یادتونه چقدر میگفتم با این شاشماشوی حرومزاده مصاحبه نکنین، پول نریزید تو جیب اون حرومی. حقتونه. من بهتون میگفتم برید آقا شما دارید زحمتو میکشید، فوشو میخورید، برید کانال یوتیوب بزنید واسه خودتون، هر حرفی دارید هر چیزی میخواید بگید تو کانال یوتیوب خودتون بگید، حداقل 2000 کاسب شید. بدبختا شما که اونجا هفته $500 بیشتر بهتون ندادن. حداقل از موقعیتتون استفاده کنید. نمیکنید. میدونید به خاطر چی؟ چون توجهی. بعد کودن هم هستید، بلد نیستید از سوشال میدیا چجوری باید استفاده کرد، واسه همین میرینید دیگه. فکر می‌کنید مثلا اگه با این دگوریای کچل مصاحبه کنید معروف میشید، دیده میشید، ولی ریدید. حرفاش هم راجع به سجاد چلپدر کاملا درسته، من تایید میکنم و قبول دارم. یعنی اگه برای مردای زاده شرکت کننده عشق ابدی یه تاپ 5 وجود داشته باشه، سجاد چلپدر دوم سومه، اولی پژگوزه. حاشیه یگانه مار قاشیه. دقیقاً از این تیکه ویدیو حاشیه ها شروع میشه. به خاطر اینکه این تیکه ویدیو رو میفرستم واسه سجاد چلپدر، اونم میاد واکنش نشون میده. به خاطر اینکه کونش میسوزه دیگه، که میرینه تو دهنش سری کونش میسوزه، جلز ولز میکنه، میاد گوخوری شروع میکنه. این زباله فصل 3 چقدر واقعا زر میزنه، اینقدر بددهن و بیادب واسه یه دختر، اینقدر بددهن واسه هر پسری رد فلگه. برو ننت هر زاده یه جور میگه اون بددهنه، انگار خودش چقدر خوشدهنه. برای پسر رد فلگه. برو لقت کی تو رو گردن میگیره آخه گدا زاده. برای پول تو میفروشی بدبخت. این رد فلگ نیست برای دخترا؟ بعد میگه چقدر زر میزنه، بیشتر از تو زر میزنه. فصل 2 تموم شد، فیت شدی، تموم شد رفت. انقدر دست و پا نزن، انقدر زجه نزن دیده بشی. من که خودم که جنوبی هم خدا رو شکر، یه ایران یه جنوب، دیچ من چه پسر خفنی هم دوستم داره. چه گوخوری کردی حرومزاده. اصلا جنوبی‌ها تو رو گردن میگیرن. تو رو خدا خواهش میکنم کسایی که جنوبیان تو کامنت ها برای من بنویسید این زاده رو گردن میگیرید شماها. ما تا شنیدیم از جنوبیا آدمای خونگر، مؤدب، با غیرت. تو کدومش هستی دقیقاً؟ یه جو شرف تو وجود تو هست؟ اونی که تو جمع به دختر فوش میده و فکر میکنه وای چقدر شاخه که شخصیت طرفو خورد میکنه، تازه سر هیچی. بعد بدیم یکی از سگای تتلو بشاشه روش. سگش چرا؟ البته خودش بشاشه، تو که فن تتلو هستی. ولی تو رو کی آدم حساب میکنه که کلاً 5 روز تو برنامه بودی، بعد چند کیک شدی بیرون، بعد اومدی از بچهای جنوب، خدا نکنه بچهای جنوب شبیه تو باشن. بعدش این چی راجبه اون که گفتی اون اگه واسه سوراخ‌خوری خوب نبود، خب تو حتی واسه ایستادنی هم خوب نیستی. شنیدی چی گفت مادر جنده؟ یعنی اون همه بهش ریدید، اومد استوری معذرت خواهی گذاشت برای یاسمن، یادتونه؟ باز دوباره الان گذشته شاخ شده داره همون حرفو تکرار میکنه. تو چقدر رذلی. تازه نه تنها همون حرفو برای اون خانم تکرار میکنه، برای یگانه میگه تو واسه سرپایی هم خوب نیستی. ببین چقدر بی‌شرفه. بعد شما من میگی تو فوش میدی؟ این مادر ها رو اگه فوش ندی بعد چیکار کنی؟ تو به من بگو. کی شده تا حالا من بی دلیل به کسی فوش بدم؟ یعنی چقدر یه آدم بعد تخم حروم باشه، چقدر یه آدم بعد بی همه چیز و بدبخت و تو سری خور باشه که بره خامالی یه همچین آدمیو بکنه. آنفالو کنین این زاده رو. کاش این یاسمن کل پیگیری میکردی، سیک تو رو میزدن از انگلیس. آی
میشدی، آی کیر میشدی. اینکه چرا شکایت ها به نتیجه نرسید واسه این بودش که یاسمن خانم ایمیل بعد میزد و نزد، اون جایی که بعد ایمیل میزد، اون تایمی که بعد ایمیل میزد نزد. برای همین این داده هنوز داره میتازونه. بکشید حقتونه، به من چه ربطی داره والا. یعنی تو نمیتونی ایستادنی هم واسه یه سرپایی، واسه سرپایی هم خوب نیستی. آره واسه سرپایی هم نیستی. یالا بابا. عوضش مادرت برای سرپایی خیلی خوبه، سجاد چلپدر حروم لقمه. ننت داره گاییده میشه، همه فهمیدن چه حرومزاده ای هستی، هر روز چقدر فوش میخوری. آره حقته. عکس یگانه رو گذاشته تو کانال تلگرامش، نوشته شب نیاد تو خوابتون برینین به خودمون. برینین به خودمون؟ ما برینیم به تو دهن تو؟ قشنگ یه جمله ساده رو تو نمیتونی بنویسی. نوشته نمیدونم چرا تا یکم مدیا میگیره دستش راجع به من حرف میزنه. مدیا چجوری میگیره دستش؟ تونستم تو ویلا هر کی زر اضافه زد و گاییدم، بیاین توی ویلا با من بعد زر اضافه بزنین. تو هی کسر رعایت کن، نمیخواد بگایی. حرفای بعد از ویلا هم که همش دایرکت، هر کی میخواد حرف بزنه بیاد تو روم. مدیا هر بی پدر مادری سیس بروسلی میگیره. برو تو لعنت حروم زاده میخوان. تو برو با احسان بشین دنگول بازی تو بکن تو همون. بعدم تو رو هیچکس گوز خودش حساب نمیکنه. از دختر پرسیدم فصل 2 اکی حالت به هم میخورد، گفت تو. حق داشت دیگه. کیو میگفت؟ با سیس ننه قریمن بازی، با کولی بازی ریختی رو همه. یه 4 تا اسکل بچه هم مثل خودت دارن شدن فنت. آخه کی فنت تو میشه؟ نه ظاهر درست حسابی داری، تو داری، استایل درست حسابی داری، شما نه دارید، قیافه درست حسابی داری، بددهنی، فقط هم داری کولی بازی در میاری تو ویلا. والا به خدا من اگه میرفتم داخل ویلا اینطوری کولی بازی در میبردم، کی اصلا نگاه میکرد، کی اصلا معلومه. آقا به خدا شاهد که رفیقمی، من اگه میرفتم داخل ویلا کولی بازی تو در میبردم، بعد 4-5 تا کم میکردم بیرون. خدا وکیل تو به چه نگاه می‌کردی؟ میگفتی رفتی ریدی دیگه، غیر از اینه؟ میگفتم رفتی برنامه رو گاییدی دیگه. به خدا هر کی منو میره میگه آقا رفتی ریدی، خاک بر سرت. رفتم اولم شدم تونستم. تونستی رفتی اولم شدی با خارکسته بازی. خب کو دوست دخترت که الان با میلاده. اول گوز شدی، عشقتون خیلی واقعی بود. بدبختن اینا ناموسن. بارشم تخم حروم دوزاری که هستن شما ها معلوم نیست باباتون کیه. خب من اگه میتونستم با بابات صحبت میکردم، ولی خب تو معلوم پدرت کیه. اگه بگم من باید با پدرت تو صحبت بکنم. تو اول برو بگرد ببین پدر خودتو میتونی پیدا کنی، چل پدر، بعد در مورد پدر مردم گوخوری بکن. همه پدر مادرشون مشخصه جز تو. تخم حروممون جنه‌ای بود که تو رو پس انداخت ولی نتونست تربیت کنه. چه سنی اصلا به من نمیخوری. فقط موندم الان تو این احترام به نفس تو واسه چی داری؟ چی شو؟ احترام به نفس. حاجی حرف میزنه انگار یه سگ داره واق واق میکنه. به خدا نمیفهمم چی میگه. فارسی بلدی صحبت کنی زاده؟ یه احترام به نفس اگه به من بگی واسه چی داری؟ با هیکل و قناس و قیافت. ببین یه همچین آدم تخماتیکی که راجع به قیافه بقیه صحبت میکنه، من دارم خود برم بمیرم. با همین قیافه، با همین تیپ، با همین هیکل، تو بین اون میگی قناس. چه شجاع. حاجی عین مارمولک میمونی، مردی که عملی. چجوری میتونی در مورد قیافه بقیه گوخوری کنی؟ هیچ کم گردنت نگرفت، ارسال هم زد در کونت رفت با ستاره. اون موقع دیگه من نمیدونم دیگه خدایی به چیه. من اگه خدا شده اینطوری کیک میکنم، اینطوری داخل برنامه همه میریدم بهم، به ناموسم دیاکتیو میکردم. خدا یار و نگهدار. خدا یار و نگهدار. خدا یار و نگهدار. عینکو در آورد، تو رو خدا قیافه‌شو دیدی. بعد میگه کسی یگانه رو گردن نگرفت. لایو علی پازانی با عرفان برمیگرده میگه یه نظر به من فقط نگاه میکرد، من با همه به خاطرش در میافتادم. بعد تو میگه کسی اونو گردن نگرفت، یارو خودش با خواست خودش از برنامه اومده بیرون، زدن در کونش. نه عزیزم، تو با زاده بازی بردی که 10 تا اخطار گرفتی بازم حذف نشدی از برنامه. خیلی‌ها مثل تو نیستن که به خاطر پول ننشونن بفروشن، به هر قیمتی بخوام بمونن. خدا یار و نگهدار. واقعا چطور اکسپتشون میکنم؟ بعد نمیدونه چجوری اکسپت آقا من از این به بعد اسمشو آقا یه اسم واسش انتخاب میکنم، همونطور که اون خانم شد فوری اسم شما رو میذارم سرپایی، یگانه سرپایی. آقا یادتون نره یگانه سرپایی یادتون نره. من که کل اسم بچه‌ها فصل 2 رو خودم گذاشتم، از کت خداش گرفته تا مایکل جکسون همه. تو هم از این بعد یگانه سرپایی، یگانه سرپایی. سجاد چلپدر، تو هم به سرگی معروفی دیگه، یادت رفته؟
برای بقیه اسم گذاشتی؟ روز کدوم کونی؟ چه اعتماد به نفسی داری تو؟ انقدر آدم بی‌ناموس و بی‌شرفیه، به دختر مردم اینجوری برچسب میزنه، بعد افتخارم میکنه. یک کونلیس خایمالی که فکر کنم مثلا خود سجاد چلپدره براش نوشته کسی جرئت نداره بیاد جلو رو حرفی بزنه چون میدونه سر تا پاشو قهوه‌ای میکنی و برای همینه که میاد تو مجازی زر میزنه که بگه منم هستم. کون لقت، آدم خایمال بدبخت، خاک تو سره. هیچی تو زندگیت نشدی، هیچی هم نمیشی. اگه میرفتی خایمالی 4 تا آدم معروف پولدار آدم حسابی رو میکردی که 4 تا چیز بلدن، 4 تا افتخار دارن، آدم کونش نمیسو. ولی ببین تو چه بدبختی هستی که خایمال اینی. سجاد چلپدرم گفته دقیقاً گنده اینا عسل بود که اونجا کندوش کرده بودم. ببین چقدر مادر است حاجی. اصلا ببین میمونم واقعا. من آدم بددهنی ام، خودم فوش میدم ولی نه به هر کسی. من آدمی ام که احترام میذارم واقعا به آدما. اینجا صرفا واسه ریاکت و واسه مسخره بازی و واسه شوخی خیلی حرفا رو میزنم. تازه اونقدرم واقعا فوش نمیدم من. ولی ببین این چه خار که من ریدم. بعد کلی فشار خورده نوشته یگانه سرپایی، بعد یه عالمه ایموجی خنده گذاشته. از اون ایموجی خندت مشخصه کونت داره جلز ولز میکنه. هر چی گفت من فقط همینو میگم دیگه. یگانه سرپایی. تو ان جنوبیا هم نیستی، به تو نمیرسه آخه سرپایی. تو ولی ان جنوبیا هستی. بگو آخه ریقوی 40 کیلویی تو اگه تلویزیونو بلند کنی 10 بار پشت سر هم میگوزی و دیگه نمیتونن سرپایی کاراتو کنن. کارای ننتو ولی میتونن بکنن، اشکال نداره. اون سرپایی نیست ولی ننت هست. یه مال دیگه براش نوشته دختر رو فقط ابزار جنسی میبینی. بله تازه فهمیدی توهینات همش جنسیه، انگار چیز دیگه‌ای واسه توهین به مغزت نمیرسه. 2 نفرم مثل خودت تو ناشناس تشویقت میکنن خوشت میاد اما نمیدونی چقدر حرکت چیپ و بیکلاسیه. سجاد چلپدر براش نوشته نه به مرد ستیزی. تو مردی واقعا؟ اسم خودتو میذاری مرد؟ بعدم یه عالمه کجا نوشته آیا فحش دادن کار زشتی هست؟ آیا فکر میکنید دختر اگر فحش زشت و رکیک بدهد اشکالی ندارد؟ آیا در بکار بردن فحش بین انسانها تفاوت قائل میشوید؟ چون دختر میتواند فحش دهد ولی پسر نه. والا ما ندیدیم یگانه به این مادر قهوه فحش بده. اگه تو اسم خودتو میذاری مرد، به خدا من مرد ستیزم. حالم از مردا به هم میخوره. اگه تو اسم خودتو بذاری مرد، گوزم نیستی. مثل یگانه از باز نشست تو ماشین گوشی و کرد تو کل ننش ویدیو گرفتن. همزاده صدات نمیاد، دست بی ثابت رو اسپیکر بردار، صدای این کونه درست کن، دست درد نکنه عشقم. همه یعنی زحمت این همزاده ها میفته گردن تو. مثل یگانه ارسی که با تاشتو داشتم خوشش اومد توی داره کل ازم تشکر کرد. مرسی سرپایه گذاشتی رو دیگه. بچه یادتون نره دیگه همون خواهد صداش کنین دیگه یگانه صداش نکنید چون بهش نمیاد سرپایه. یادتون نره فقط سرپایی صداش کنن. علی چی صداش میکنن؟ سرپایی. یگانه سرپایی قشنگ اینا بوده که سرپایی 1 2 3 سرپایی بریم اون بس سرپایی اینقدر خاطرات ننت برامون نگو. بعد ناکن سیاست کثیفشو. یه چیزو هی پشت سر هم تکرار میکنه و از اون فالووراش میخواد که اینو تکرار کنن و بگن. واسه گل روی کی؟ واسه گل روی خودش. What the fuck؟ یعنی کل ننه کسی که از این به بعد به سجاد چلپدر بگه سرجیو. بچه یکی میدونه چیز 3 دخترایی که هیچ پسر گردنشون نمیگیره فمینیست میشن. تا به این نکته توجه کردید؟ اینا پر از عقده‌ان از مرز، پر از عقده، پر از خشم. واسه همین به نظرم سمت چیزی که میشه بهش گفت به این خانم من میتونم جواب خانم بدم که این خانم سرپاییه. تمام شد. تو آمارشو دارم از خودم نمیگن که این خانم سرپاییه. خیلی آمارشو دارن که سرپایی کارا شده. خب سجاد چلپدر بذار برات توضیح بدم. اینکه چون مادر تو کسی نمیخواست و مجبور شد بره با گراز زیگیلدار آفریقایی بخوابه تا تو رو به دنیا بیاره، دلیل بر این نیستش که چون زنا رو نمیخوان میرن فمینیست میشن. تو چون مادر نمیتونی زنا رو خارج از رابطه و تایید مردا تصور کنی. بگن فمینیسم چه ربطی داره اصلا به اینکه کسی زنا رو بخواد یا نخواد؟ فمینیسم یک واکنشیه به قرنها تبعیض علیه زنا. چه ربطی داره؟ اصلا خیلی از زنا داشتن ازدواج میکردن یا بچه داشتن ولی خب حق رأی نداشتن، فرضاً حق مالکیت نداشتن، حق طلاق نداشتن، حق تحصیل نداشتن. بعد واسه سوزوندن کل مادرت هم که شده یه چند تا فمینیست خیلی خوشگل بهت معرفی میکنن ببین ننت بشه. اینا رو کسی نمیخواد. آره راست میگی. مثلا بیانسه، آریانا گرانده، اما واتسون، جنیفر لارنس، مایلی سایرس، دمی لوواتو. هیچکی اینا رو نمیخواد. همین مونده این کونی کون مشهور بخواد راجع به فمینیسم صحبت کنه.
تو آخه سوادت نمیکشه اصلا به این جاها، میدونی؟ تو یه جمله رو نمیتونی درست بنویسی. 8 سال رفتی انگلیس هنوز پناهنده ای بدبخت. چون آدم رذلی هستی، چون آدم خلافکاری هستی. حالا اگه مواد فروش بودنت اونجا لو بره که بدبخت میشی. بعدم من فکر میکنم این قضیه برعکس باشه، یعنی مردایی که دخترها سگ حسابشون نمیکنن، مردای اینسل به اصطلاح، کسایی هستن که از فمینیسم خیلی بد میگن و متنفرن از زنای فمینیست، از آدمای فمینیست، چون هیچ زنی نمیخوادشون، عقده میشه براشون دیگه. و یعنی فرضاً تو چرا بعد مخالف این باشی که یه زن همون حقوقی رو داشته باشه که تو داری؟ چرا بعد مخالفت کنی با این قضیه؟ چی از تو کم میشه؟ از تو که چیزی کم نمیشه، اون نداره. پس تو برو اول معنی فمینیسم رو یاد بگیر، بعد بیا کی بخور. بعد زاده خان نوشته ایرانم میام، باباشم سرپایی کاراشو میکنم. تو عزیزم اون پیام توهینت به قرآن موجوده. فکر نکنم اصلا پات برسه به ایران. جمهوری اسلامی میگیره مادرتو میگیره سرپایی. الان بهم یه خبری دادن در اول اینو من تو ادیت شنیدم. خبر چی بهت دادن؟ درس اول. الان بهم یه خبری دادن درس اول و بهتون خیلی اطلاع کنم. الان گفتن چرا این باباشو نمیشناسه؟ مثل اینکه باباشم سرخواهی کارا رو انجام داده و رفته، واسه این باباشو نمیشناسه. همه کلا سرپایی خورم بچه‌ها، اینجوری که اصطلاح رسانه کردن. با تشکر. خب اینا که همش خاطرات مادرته، یکم هم خاطرات خودت بگو. نوشته اگه سرپایی دوباره دهنش رو راجع به من باز کرد، این سری بیشتر میام میرینم به سر تا پای 40 کیلویی اجنش. من مثل پسرای ساکت ویلا نیستم که بیای گو بخوری و بری. اینجا گوهمو خوردی باید تا تهش وایسی یگانه سرپایی. برو کی تو دهن اون ننه جت بره زاده. دیدم سرژیو پخت و پس کرده. آقایی پخت و پس کرده. بچه‌ها من بعد برنامه با سرژیو آشنا شدم و واقعا به نظر من خیلی پسر خوبیه. حتی اگه یه روزم باهاش دشمن بشم بازم تعریفشو میکنم، چون خیلی پسر منطقیه. خب چون سرژیو میدونید دیگه فن کیه، سر این موضوع یک دو بار با هم بحثمون شد ولی انقدر منطقی جوابمو داد و به هم فهموند که اینکه مثلا کسی رو فنش هست یا دوست داره این ربطی به رفاقتمون نداره. به نظرم واقعا پسر خفنیه و اینکه هر چقدر هم هیت زیاد باشه دربارش، بازم به نظر من خیلی شخصیت پخته‌ای داره. ننت این ستاره مادر چه جنیه؟ یارو طرفدار اونیه که شاشیده رو صورت تو، بعد میگی که آدم منطقیه. کی منطقش؟ یه سری دخترها چقدر جنن، وای حاجی پشمام فقط ریخته، یعنی اصلا هیچ برگ به تن ندارن. یه لیسی رو دیدی؟ وای میگه آقایی پخت و پس کرد. خاک تو اون سرت. من مثل بقیه نیستم برگردم بگم که تتلو خوب کرد شناختت شاشید رود، کاش میرید رود. من میگم ننت. یگانه تو کانالش نوشته من از حرفای این آدم هرسی نمیشم، آرزوش بود من امروز برینم بهش، به آرزوش رسوندمش. آها راستی توی بچه کیون برابی، اگه اینجا بودی خانواده همون یاسمن و خانواده من و عسل لاشتو مینداختن جلوی ننه بابات. بابا نداره، 40 تا بابا داره، کدوم باباش؟ الان رو سینه قبرستونت خوابیده بودی. مادرت سرپایی زیاد زده، فوری این مرد و اون مردم زیاد بوده، وقت برای تربیت شما نذاشته، به جاش اینا رو دیدی یاد گرفتی. واو خب خودش از خودش بلد دفاع کنه، من چیزی نگم. من چون از سجاد متنفرم. یه انی از فصل 2 هی داره راجع به من گوه میخوره تو کانال تلگرامش، خیلی برام میفرستی. این 2 هفته است، یکی 2 هفته است که شروع کرده به گوه خوردن راجع به من، ولی من ریاکشنش ندادم و نمیدمم چون الان ویو روی منه. کسخلا میگه ویو رو بنظام اون که الان میگه فیده. خب ببین بچه‌ها این آدم رفیق خودش کلاشه، یعنی اومد دختر مردم به بازی گرفت، جایزه رو گرفت رفت. این آدم خودش کلاش و چسخور و مفخوره. بعد میاد به من میگه تبلیغ میگیری، نوش جونم تو چشمتون درد انقدر دارم تبلیغ میگیرم. خب خوب پولی هم در آوردم اتفاقا. تا الان بذار بهت بگم منو $500 که از اون $500 که شما برای اون 5 هفته گرفتی من بیشتر در آوردم. تا الان که تازه 1-2 هفته است گذشته. بله چشمتون کور، خب چونتون هم پارشه. فقط بگم شما خودی آدم کلاش از من، دختر مردم اومدی به بازی گرفتی که جایزه رو ببری، رفیقت از خودت کلاش‌تر پاشو با دوست دخترش اومده تو برنامه. آخه من چی راجع به تو بگم؟ بعدم میگه اگه تو کیه؟ بعدم میگه اگه تو فصل ما بود فلان شانس آورد توی فصل ما نبود. ببین عزیزم من اگه تو فصل تو بودم خب یه جوری اون حرفی این کسنمک بازیه که در میاری میگی میخندی، تو علاوه اینکه نمیتونستی به من بی احترامی کنی، خب
نمیتونستی با من شوخی بیجا هم بکنی، چون مثلا به کسی اجازه نمیدم که بخواد با من شوخی بیجا بکنه. متوجهی به چی میگم؟ یه جوری پا میشدم و اون تیوی که روش بتونه میشیم تو سرت خورد میکردم یه از این حرفایی که من میزدی که تا آخر عمرت اصلا این خنده هایی که میکنی کسکلک بازی در میاری محو از رو دهنت. میفهمی به چی میگم؟ خب وایسشو داشتیم گوش میکردیم، بوسو به شما فرستادم ها، گرفتی؟ بعد سجاد چل پدر چاقال میاد به این وایس یه واکنشی نشون میده. یه بار تو لایو سامان شد اومدی گو خوری پست دارم، بار دوم رفتی داخل اون برنامه علی پازنی گی. علی پازانی گیه، بعد تو که با احسان میری تو همون دونگول بازی میکنی تو نیستی. بعد گی بودن اصلا مشکلی نداره، قبولش کن سجاد، بپذیر ما هم قضاوتت نمیکنیم. میخوای کون بدی دیگه، کسی قضاوتت نمیکنه. حالا شما یادتون نیست، ما که یادمونه 4-5 نفری روی یه تخت 2 نفره سجاد و احسان و وحید و لخت استوری میذاشتی. حالا به شما خیلی بیشتر میخوره باشید. اون علی پازانی بنده خدا اصلا کجا بهش میخوره گی باشه؟ دوست دختر داره سالهاست تا کونه تو بسوزه. بدبخت یه نفرم نیومده گردنت بگیره بیچاره. هر کیم دورته یه جیه مثل ننت، بعد بری پول بدی 4 نفر بیان دوتا بوست کنن. چونیه نمیدونم چیه قیافش شبیه گی هم خوبه نمیشه دوست دختر داره. رفتی داخل اون برنامه‌مون دوباره گونه هر کی میره تو برنامه‌مون فقط گور ما رو می‌خوره. نمیدونم داستان چیه، برنامه شده چیه. آره سوم دوباره اومدی وایس دادی، دوباره گو خوری کردی. به قول خودت که ما فیک شدیم الان مدیا دست تو. خب چرا گوه ما رو رقم می‌کنی اگه مدیا دست توه؟ خب چرا راجع به خود چی از خودت داری که ارائه بدی؟ بابا تو خودت چی داری بدبخت؟ ازش سوال پرسیدن اونم جواب داد دیگه، جوابش تو بودی. یه جور میگه چی داری مثلا انگار خودش چه گوزیه، چه محتوای فاخری تولید میکنه تو سوشال میدیا. چی گیخاری میکنی تو؟ این تافت موم تموم شده میخوام بندازم بره، ولی خب میکنمش تو نه زاده. منم عجیبه بعد آقا تصمیم گرفتم که اسم این خانومو بذارم که یگانه سرپایی. دیگه از بعد خواستین صداش بکنیم بچه یگانه سرپایی صداش بود. اون بنده خدا فوری بود، یه بنده خدا شد سرپایی. واسه سرپایی هم خوب نیست. میبینی چقدر هی تکرار میکنه تو همه ویدیوهاش؟ بهش بگید. واسه الان مگه نمیگه که ما فیت شدیم، ما گذشتیم، تموم شد رفت، راجع به ما صحبت نکن؟ چرا هنوز راجع به یاسمن خوری؟ الان یاسمن در مورد تو چی گفته که اینقدر هی میگی فوری البته ننته. کی پدر یاسمن تو کد مادره. بعد اومده چتای یگانه رو با شاشمانشو گذاشته. علی بیزنسی تو واسه پول و ویو حتی ناموس خودت هم میاری وسط. من حروم، تو می‌خواستی دوست دخترتو بفرستی داخل برنامه فصل 3، بعد اون ناموس خودشو به خاطر پول میاره وسط. دیگ به دیگ میگه کفگیر تو کونت. وای مگه میشه حاجی؟ چقدر حرومزاده است، پشمام ریخته. این ویدیو پایینم نگاه بکنید. من با تلفن حرف می‌زدم، تمرکز نداشتم حرکت کردم. ببین اسم خواهر مارال مهجبینه. خب من به یه پسر شماره دادم و اینا، پسر گفت بیا دنبالت بریم بیرون. گفتم بیا. پسر اومد دنبالم با دوستش اومده، دوست دختر دوستش. حالا دوست دختر دوستش کی بود؟ خواهر این مارال از شانس من. ما هم رفتیم بیرون و اینا. دوست پسرش هی آینه رو کج می‌کرد. حالا اگه آمار داده بود به من، آمار منو داده بود که مثلا گفته بود یگانه بدنسل و اینا، منم یارو میگم خواهرت داده، همون خواهرت که دوست پسرش آن کرد که به من نگاه میکرد. میگم دوست پسرش یه بار ما رفتیم دوره همه با دوست دخترش سلامتی نمیزد، با من به سلامتی میزد. بعدم علی پازانی آخه چه سگ هست. علی پازانی هر کی به جای اینکه بکشه بالا کشیده پایین. با هر کی دقت کردی علی پازانی با هر کی مصاحبه میکنه به جای اینکه بره بالا فقط مصاحبه وایرال شو طرفو دیگه نمیبینم میاد پایین. علی پازانی کارش هم نمیگیره. یه فیلم بردار عکاس تخمیه، کارش هم نمیگیره. اومده داره لایک میذاره هی دونیت کنید با بچهای چیز، با بچهای عشق ابدی پلش. اونم از مارال اسکولم هی میکاپ میکنه دوست پسرش ویدیو میگیره، ولی پیجش نمیره بالا. آخه به قادری و یاسی و نگار و اینا نیجو آدمو برم بالا. علی پازانی هیچی از یعنی سگ بهش نمیده چیز پروژه که بیاد ازش شات بگیره. خب عکاسه دیگه میره برای یعنی ببین انقدر اینا اکیپشون پلش شد اینجوری فیری یه شهر دیگه نگار رو برمی دارن میبرن ازش فیلم و عکس بگیرن. خب برای چی؟ آدم بره وقتی که یه فیلم بردار عکاس، من خیلی کار کردم با عکاس و فیلم بردار تو سن کم. خب وقتی یه فیلم بردار عکاس فیری از یه مدل عکاسی میکنن، مدلشون نگاره دیگه، برای این کارو میکنن که کارشون دیده شه، که مشتری بگیرن. خب نه که همینجوری فیری هی بری یکی عکس بگیرین چیزت
چی میگن چیزایی به چوست به چی بنده هم. صحبت‌ها رو که گوش کردید دیگه. این آقا به خاطر پول بیخیال همه چی میشه. بیخیال شرف، بیخیال ناموس. اصلا واسش فقط فکر ویو پوله. خجالت نمیکشی به خاطر پولی کارا رو میکنی؟ و حجت آباد رید بیناموس. قشنگ میتونست بزنه علی بیزنسی. همه میشناسن تو ترکیه. اسم مهربونیات خمان مهربون. حرفاتم از به بعد به کیف و کفشم. بودو بینم. خب در درجه اول این کسننت رو من به سجاد بگم. کسننت ببینید من کی بهتون گفتم؟ همون اول گفتم هر کسی که میره با شاشمانشو مصاحبه میکنه آدم حرومزاده‌ای بی شک یگانه رفت مصاحبه کرد ریدن بهش پشیمون شد. ولی این از حرومزادگی این آدم چیزی کم نمیکنه، به خاطر اینکه تو چجوری میتونی با چند نفر نون و نمک بخوری بعد بری پشت سرشون پیش یک آدم رذل کثیفی که دیگه همه میدونن، یعنی واسه ویو طرف زن خودش هم میفروشه، بری پیش اون این حرفا رو راجع به یارو بزنی. این فقط رذل بودن تو رو اثبات میکنه عزیزم. واقعا متاسفم. یک مشت مار کثیف که صرفا واسه اینکه بخوان دیده بشن اینجوری میزنن برای هم. خاک بر سرتون. خدا رو شکر ما رفقامون اینجوری نیست. خدایا رفقامون اینجوری در نیاد. پسرا از سرجیو بدم میومد. آره الان یادم افتاد یه نفر اونجوری فکر کنم. اصلا این انسان نروه. من خودم خیلی حال نمیکنم باش. خیلی حرکتای چیپ خیلی داشت. رفیق همین بهادره دیگه. پلن ریختن باهاشون. توی این تیکه از لایو رنا میرینه تو دهن سجاد چلپدر. سجاد چلپدر مثل همیشه فشار میخوره و ننش گاییده میشه. پس میاد واکنش نشون میده. طبیعتا بچه‌ها باز رنا لیپوساکش نوشته، به خدا نوشته لیپوساکش. از فصل سوم تو برنامه خمار مهربون پشت سرم گو خورده. باز کی راجع به تو صحبت کرد؟ اصلا فکر کنم اولین بار راجع به داره حرف میزنه. بابا یکی به اینا بگه بیان پولشون رو بگیرن برن. چطوری با این ریختاشون شبیه زنای 40 ساله است. به خدا من اگه تو فصل سوم بودم عمه صداش میکردم. جرأت کرده راجع به من حرف بزنه. چی داری کسچر تف میدی؟ من نمیفهمم چی مینویسی. باور کن تو رو خدا فارسی بنویس. حاجی این یه جمله جدی نمیتونه بنویسه ها. بعد میاد راجع به فمینیسم گو میخوره. یه اصطلاح خیلی زیبایی ترکا دارن، ما شمالیم، ترک نیستیم، دقیق یادم نمیاد. میگفتش که سنی کیم سشتی بورا. ها تو هم که جنوبی نمیفهمی. رنا لیپو خیلی بهش میاد. نه بابا رنا خودش توی همین لایو گفته من لیپو کردم. که چه کونی خان تو خودت قیافت به بابات رفته. گراز زیگیلدار آفریقایی. دماغت دو بار عمل کردی از کی بودن تنوسی چی کم نشده. بعد به عمل مردم گیر میدی. اون عمل کرده حداقل الان دوباره داره ورزشش هم میکنه. خودشون میخوام من واسهشون لقب بذارم وگرنه من کاریش نداشتم. خداییش خوشگله. یکی اینجا چشاش مونچه. خب همه دارن میبینن اینجا چشای یه نفر میسه. چه دلیلی داره که تو یه دفعه بیای تو جمع بگی من چشم خیلی مثلا مهمه به چشم همه اولین بار دقت کردم مثل چش این بنده خدا. مثل چش این بنده خدا. مثل چش این بنده خدا. این قسمتو طرف انقدر فشاری شده رفته از همینجوری یه جاهایی اسکرین شات گرفته با کیفیت فوق که اصلا قیافه یارو معلوم نیست که بعد بیاد بگه خیلی زشته یارو. بعد مثال یگانه رو برای خود داشته خودشو مثال میزده که آقا ساناز به من برگشته گفته دندونات فلانه، من دندون برام خیلی مهمه. داره میگه من خودم میدونم دندونام بده. فرض کن تو جمع یکی چشش لوچ باشه، خب همه میدونن همه میبینن، تو بعد بیای بگی من چش ابرو برام خیلی مهمه. اینو برداشته جدا کرده گذاشته که یگانه به رنا گفته چشاش لوچه. برو نه عکس رنا رو گذاشته نوشته این چرا چشاش اینجوریه و یه عالمه به کس ننش خندیده. بعدم نوشته فکر نکنین من درست کردم، خودتون برید تیزر قسمت جدید رو ببینید. از رو فشار و کیوزیش یه ویدیو با AI برای علی پازانی درست کرده، بریم ببینیم. من خمارم، مجبورم پت خانگی مارالی باشم. میخواد موهام رو رنگ یخی کنه. دونیت کنی تو رو خدا برای مارالی. دوگانه همه چیز رو گفت. رید به مارالی و معجوجه وین. ناموسی که ندارم ولی آبروی همه رو برد. بگذریم. اینا برای من مهم نیست. من بی فانوسم. فقط به پول فکر میکنم. راستی اگر زیپ رو همه بکشین پایین دونیت میزنید؟ آدمای هیچی نداره بدبخت فشاری همیشه میرن به AI متوسل میشن عزیزم، اینو یادت باشه. علی پازانی هم ریده تو دهن سجاد چلپدر. بریم با هم دیگه گوش کنیم. میگه منم یا تو؟ والا تو برنامه کلا با رفیق تو چونی من دیگه بودی. در نمی اومدی، همه میومدن اعتراض میکردن، گفتم بابا اینا بیشتر باید پسرونه کاپل چند تا دختر پسر. بعد ما حالا شدیم گی. عجیبه. به قرآن یه روز داشتم میخندیدم به علی پازانی گی. یعنی لفظای این مدل لفظای کونی است. برنامه همه دیدن دیده. به قرآن دولی نبود با حساب میخوابیدیم رو هم دیده داشت. آره. پس اول برو چون خودت جمع کن بعد بیا تو کسی دیگه نظر بده. داش کار کنم تو که اون خانوش رو فوری اسم شما رو میذارم سرپایی.
همه بهش میگفتن سرگیو با پسرای میرفت و فلان میکرد. آره خیلی حرف قشنگی زد. کسی که انقدر خوری میکنه راجع به گیا میخواد خودش رو از اونا جدا کنه دیگه، بگه اونا بدن من بد نیستم و ببینید من خوبم، من گی نیستم، من از گیا بدم میاد اونا بدن. همون خودش کونیه. تموم شد رفت. یادتون نره که حتما توی کانال تلگراممون جوین بشین. مرسی از اینکه ویدیومو تا آخر نگاه کردید. تا ویدیوهای بعدی با من فعلا. خدافظ.